دوستان و رفقای عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو تا الان پشت سر گذاشته باشید. بریم که با هم یه ویدیو جذاب رو داشته باشیم. امروز میخوام باهاتون 5 چیزی رو به اشتراک بذارم که واقعا مسیر زندگی منو عوض کرد. چیزهایی ساده اما تاثیرگذار. شاید یکی از اینا بتونه زندگی شما رو هم تغییر بده. نکته اول، نظام شخصی. اولین چیزی که زندگی منو تغییر داد نظام شخصی بود. قبلا کارهامو عقب مینداختم و همیشه حس میکردم وقت کم میارم، اما وقتی شروع کردم برنامه ریزی کردن همه چیز تغییر کرد. نوشتن لیست کارها، مشخص کردن ساعت خواب و بیداری و پایبند بودن به یک روتین ساده باعث شد تمرکز بیشتری داشته باشم. مثلا وقتی تصمیم گرفتم هر روز رأس 1 ساعت مشخص مطالعه کنم، بعد از مدتی هم ذهنم آماده تر شد، هم اعتماد به نفسم بیشتر. نظم شخصی یعنی که تو کنترل زندگی تو دست بگیری، نه اینکه شرایط تو رو کنترل کنه. زندگی من رو تغییر داد یادگیری مداوم. همینطور که عمیق‌تر در مطالعات زبانم کوشش می‌کردم، جامعه‌ای پر جنب و جوش از گوشوران را کشف کردم که با آغوش باز از من استقبال می‌کردند. کلمات به راحتی جریان داشت و هر تبادلی مانند دعوتی برای کشف فرهنگی متفاوت بود. با هر تعامل نه تنها کلماتی یاد می‌گرفتم، بلکه ارتباطی ایجاد می‌کردم که زندگیم را بی‌نهایت غنی می‌کرد. واقعا قابل توجه بود که چگونه یک مهارت دنیای مرا متحول کرد. این امر مرا تشویق کرد تا به دنبال تجربیات بیشتری باشم. با پذیرش یادگیری مادام متوجه شدم که هر فعالیت جدید قدرت روشن کردن مسیر من و شکل دادن به آینده‌ام را دارد. این سفر فقط در مورد دانش نیست، بلکه در مورد روابط ایجاد شده و دیدگاه‌های به دست آمده است که در نهایت منجر به یک زندگی کاملتر و به هم پیوسته تر می شود. نکته سوم، صبر است. هر لحظه چالش برانگیز فرصتی برای توسعه است. هرچه بیشتر این زمان را بپذیریم، انعطاف پذیرتر می شویم و آماده رویارویی با بحران جدید می شویم. همانطور که در میان مبارزاتم حرکت می کردم، قدرت درونم را کشف کردم و هر شکست را به پله‌ای برای رشد تبدیل کردم. این یک سفر مداوم است، سفری که ما را به افرادی که قرار است باشیم تبدیل می کند. سختی ها پتانسیل ما را روشن می کنند و ما را ترغیب می کنند تا فراتر از محدودیت های درک شده خود حرکت کنیم و درخشانتر بدرخشیم. در نهایت مشخص می شود که هر سختی مانع نیست، بلکه پلی است که ما را به قدرت و خرد تازه یافته هدایت می کند. پذیرفتن این حقیقت به ما امکان شکوفایی می دهد و چالش های زندگی را به درس های ارزشمند تبدیل می کند که ما را در سفرمان به جلو می راند. مهربانی و ارتباط با مردم. همانطور که شروع به تمرین مهربانی کردم، متوجه شدم که چگونه یک لبخند ساده می تواند روز کسی را روشن کند. شادی که از کمک به دیگران احساس می کردم در زندگی خودم منعکس می شد و یک اثر موجی از مثبت اندیشی ایجاد می کرد. این درک تازه باعث شد عمیقا باور کنم که مهربانی هرچقدر هم کوچک می تواند نه تنها محیط اطراف ما، بلکه خودمان را نیز متحول کند. مهربانی به اصل راهنمای من تبدیل شد و زیبایی‌های اغلب نادیده گرفته شده در تعاملات روزمره را روشن کرد. با پذیرفتن مهربانی حقیقت عمیقی را کشف کردم. هر عملی هرچقدر هم کوچک محیطی از گرما و شفقت را پرورش می‌دهد. این ایده را تقویت کردم که مهربانی در یک چرخه شکوفا می‌شود، هم دهنده و هم گیرنده را غنی می کند و در نهایت منجر به زندگی پر از هدف و ارتباط می شود. به خودتان ایمان داشته باشید. باور به خودتان پایه و اساس هر دستاوردی است. این امر شجاعت مقابله با چالش‌ها را شعله‌ور می کند و سفر شما را تقویت می کند. همانطور که این اعتماد به نفس را پرورش می دهید، موانع سنگ‌های پله تبدیل می شوند. به یاد داشته باشید، شما قدرت شکل دادن به سرنوشت خود را دارید.
تنها محدودیت‌هایی هستند که خودتان به خودتان تحمیل می‌کنید. این قدرت را بپذیرید. اعتماد به خودتان درها را باز می‌کند. در نهایت خودباوری مسیر موفقیت را هموار می‌کند. فرصت‌ها را به ارمغان می‌آورد و اطرافیانتان را ارتقا می‌دهد. قدرت درون خود را بپذیرید، زیرا نه تنها در زندگی شما تغییر ایجاد می‌کند، بلکه دیگران را نیز الهام می‌بخشد تا پتانسیل خود را بشناسند. وقتی می‌درخشید، جهان برای همه به مکانی روشن‌تر تبدیل می‌شود. تجربه دگرگون کننده سفر مرا عمیقاً شکل دادند و شما را نیز به کاوش در آنها تشویق می‌کنم. هر نکته دیدگاهی جدید و فرصتی برای رشد ارائه می‌دهد. اگر در این ویدیو ارزشی یافتید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و نظرات خود را به صورت کامنت در زیر ویدیو وارد کنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. از اینکه در این کاوش ایده‌های متحول کننده زندگی به من پیوستید متشکرم. به یاد داشته باشید تحول با گام‌های کوچک آغاز می‌شود. از سفر پیش رو را با آغوش باز بپذیرید. تا زمانی که دوباره هم دیگر را ملاقات کنیم، مراقب باشید و الهام بگیرید. همیشه جایی برای رشد و کشف در زندگی شما وجود دارد. پس تا درودی دیگر، بدرود.